یکی از موضوعاتی که اذهان بعضی از مسلمان ها را درگیر خود ساخته و اذهانشان را مشوش ساخته و خراب ساخته و دشمن هم از این طریق حمله آور شده و اذهان مسلمان ها را خرابتر و مختلتر می سازند و ساختند. او این هست که بعضی از دوستان عزیز و گرامی سوال میکنند که همین قرآنی که امروزه ما مسلمان ها در دست داریم و آن را تلاوت میکنیم و میخوانیم و دستورالعمل زندگی خود آن را قرار دادهیم، همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است و یا خیر؟ امروز ارتباط به این قضیه در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی بیانیاتی را خواهیم داد. اگر میخواهید با این موضوع خیلی مهم آشنا شوید، ادامه ویدیو را از دست ندهید. حسیب الله صاحبی هستم و اینجا هم کانال پیام مسلم هست. من به صورت هفته‌ای داخل این کانال ویدیوهای اسلامی منتشر میکنم. اگر از این سبک ویدیو خوشتان میآید، کانال پیام مسلم را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را هم فعال نمایید تا که از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. خب بریم سراغ بحثمان. دوستان عزیز و گرامی، این موضوع امروزه اذهان بعضی از مسلمان ها را درگیر خود ساخته و مشوش ساخته و از یک طرف هم میشه برای دوستان حق داد، چون که دشمنان اسلام، دشمنان قسم خورده قرآن میخواهند که این قرآن را از بین ما مسلمان ها وردارند و کنار بکشند، که شما هم شاهد این قضیه هستید که چند روز جلوتر در صفحات مجازی ویدیوهای در دست میشد که قرآن های خود ساخته و خود بافته جور کرده بودند و این دوستان کم علم ما هم در ارتباط به یک قضیه آگاهی ندارند. مغزشان و حافظهشان کنجکاو است که بدانند که آیا همین قرآنی که ما استفاده میکنیم و دستورالعمل زندگی خود آن را قرار داده ایم قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و یا که خیر؟ بله دوستان عزیز و گرامی، این قرآنی که ما امروز استفاده میکنیم و آن را تلاوت میکنیم همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اولین دلیلی که بر ما مسلمان ها اثبات میکند که این قرآن همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است، دلیل تواتر بودن قرآن هست که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به الحال که من و شما قرار داریم که قرنها گذشته به حیث تواتر برای من و شما نقل شده است و رسیده است که این قرآنی که امروزه هم استفاده میشه همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. تواتر به این معنی است که نقل کنندگان آن قضیه آنقدر زیاد هستند و آنقدر از جاهای دور و اقشار مختلفی هستند که آنها را نمیشه توهم به دروغ کرد. بنابراین یکی از دلایلی که بر ما مسلمان ها این را ثابت میکند که این قرآن همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است، نقل آن به حیث تواتر می باشد که نقل کنندگان قرآن، کسانی که قرآن را برای ما رساندند، آنقدر زیاد هستند که نمی شود قول آنها را توهم به دروغ کرد. دومین دلیلی که بر ما انسان ها این قضیه را آشکار می سازد و ذهن ما را به این قضیه مستحکم تر می سازد او این است که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروزه که قرن گذشته، میلیون ها در میلیون ها افرادی هستند که این قرآن کریم را در سینه های خود جای دادند و آن را حفظ کردند. بنابراین حفظ کردن قرآن در سینه های قاریای قرآن باعث می شود که این قرآن هیچ وقت دست نخورد و اگر احیانا دست هم خورده باشد پس اون دست خوردگی را از بین ببرند و کاملا قرآن که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است بر ما انسان ها سلسله به سلسله آن را برسانند. بنابراین این دومین دلیلی بود که بر ما انسان ها این را ثابت می کند که این قرآن همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. سومین دلیلی که بر ما انسان ها این قضیه را آشکارتر می سازد و ذهن ما را نسبت به این قضیه مستحکمتر می سازد او این است که الله سبحانه و تعالی می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را آفریدیم و ما خود ما از قرآن حفاظت میکنیم. یعنی شما خود بدانید چیزی را که الله سبحانه و تعالی وعده داده باشد به حفظ از او، هیچگاه او وعده الله سبحانه و تعالی خلاف نیست و الله سبحانه و تعالی از قرآن خود محافظت میکند. بنابراین این که الله سبحانه و تعالی وعده داده است که من خودم قرآن را حفاظت میکنم و من خودم آن را نازل کردم، یک دلیل است بر ما انسان ها که همین قرآنی که امروزه ما انسان ها آن را تلاوت میکنیم و دستورالعمل زندگی خود قرار میدهیم همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. چهارمین دلیلی که بر ما مسلمان ها این قضیه را آشکارتر میسازد و بر حقانیت و اصالت قرآن اشاره میکند و این است که وقتی که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، کفار جمع شدند و توطئه جور کردند که این قرآنی که محمد میگوید از طرف الله سبحانه و تعالی نازل شده است، این را از ذهن خود ساخته است و از فکر خود ساخته است. این
گفتاری که میگوید گفتاری نیست که آن را الله به گفته باشد. بنابراین قرآن ای بزرگوارا را، ای کسایی که خود را دانشمند میگفتند و روشن فکر میدانستند، اینها را به مبارزه طلبید و برایشان گفت که شما اگر میگویید این قرآن از طرف الله نیست و بر محمد نازل نشده، همانند و همشبیه این را بیاورید. اینها از آوردن یک آیه هم ماندند و نتوانستند که یک آیه را حتی بیاورند. و این قضیه امروزه هم که قرن گذشته و انسانها نمیتوانند که حتی یک آیه را همرنگ و همشبیه قرآن بیاورند. بنابراین این هم دلیل بر حقانیت و بر اصالت قرآن می باشد و ذهن ما مسلمان ها را به یک قضیه مستحکم می کند که این قرآنی که امروزه ما در دست داریم همان قرآنی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. خب این 4 دلیل بود که بر ما مسلمان ها این را ثابت کرد که این قرآن همان قرآنی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. دیگه جای نگرانی نیست که ما اذهان خود را در یک طور قضیه ها مشوش بسازیم و اذهان خود را خراب بسازیم. خب اگر ویدیو را پسندیدید حتما ویدیو را لایک کنید و کانال پیام مسلم را هم سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را هم فعال نمایید تا که از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارش.